خیلی از آدم‌ها بیخیال پیشرفتشون شدن، بیخیال رویاهاشون شدن، فقط اومدن تو این دنیا که شکایت کنن از وضعیت زندگیشون. اما قرار نیست تو اینجوری باشی ها. قرار نیست تو کار اونا رو انجام بدی. میدونی واسه چی؟ واسه این که تو یه آدم خاصی، تو از یک نژاد خاصی، از یک طرز فکر خاص. اینو بدون که خودت باید کار خودت انجام بدی. اگه میخوای بهترین باشی، اگه میخوای به اوج زندگی برسی، باید بدونی که هیچ چیز وجود نداره که بتونه جلودار تو باشه، جلودار خاصه تو باشه. چون تو بزرگترین پدیده زندگی خودت هستی، بزرگترین اتفاق، بزرگترین قدرت، بزرگترین عظمت و بهترین نیرو، بهترین قوا در توست. تو بهترین آدم و شایسته ترین آدم واسه رسیدن به رویاهاتی. مردم بهتر بهتون بگم، دست کشیدن از خواسته هاتون، دست کشیدن از اهدافتون احمقانه ترین کاریه که میتونید انجام بدید. این مهمه که در رویاهات زندگی کنی، این مهمه که واسه ی رویاهات وقت بذاری، چون میخوای قهرمان قصه خودت باشی. مهمه که هر چیزو واسه به دست آوردن رویاهات به جونت بخری، نوش جونت، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. شاید خیلی از مردم بگن رویاهای تو احمقانه است، بگن بهش نمیرسی، ولی میدونی چیه؟ واسه اونا محدودیت ذهن داره. به اونا نمیتونی بقبولونی که این رویای من قابل دست یافتنه، چون این رویای توه. اگر احمقانه بود ضمیر ناخودآگاهت قبول نمیکرد بیاره تو ذهنت این رویا رو. مردم دور تو خودشونو از تو عاقل‌تر میدونن، واسه همین دنبال اینن که سرزنشت کنن، واسه همین دنبال اینن که بهت سرکوف بزنن. تا زمانی که شروع به تغییر نکنی این وضعیت ادامه داره. لازم نیست بخواین چیزی رو به کسی ثابت کنید. اگر قرار باشه چیزی رو به کسی ثابت کنی، فقط اون نفر خودتی، بقیه هیچ. همه چیز اتفاق میفته، همه چیز به وجود میاد، فقط به شرط اینکه قدم اول رو برداری، فقط به شرط اینکه بری جلو، فقط به شرط اینکه شروع کنی. take a start. شروع کن. اگه چیزی رو تو زندگی طلب کردی، اینو بدون موفقیت به تو خیلی نزدیک. به خاطر اینکه تو موفقیت رو طلب کردی، به خاطر اینکه خواستیش و طبق قانون جذب اونو توی رویاهات سفر کن. سفر کردن یه چیزایی برای خودش داره، یه چیزایی میخواد، و سفر در رویای تو تنها چیزی که باید بهش برسی چیزی نیست غیر از پشتکار. باید پشتکار داشته باشی واسه سفر رویاییت. تو میتونی اون خونه رو داشته باشی، تو میتونی اون ماشین آخرین مدل رو داشته باشی، تو میتونی اون خانواده خوب رو داشته باشی، تو میتونی اون مدرک تحصیلی رو داشته باشی، تو میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. هیچ چیزی غیر ممکن نیست. فقط کافیه این جمله رو تو اون مغزت فرو کنی. بدونید هیچ چیزی روی کره زمین غیر ممکن نیست. غیر ممکن یک کلمه ناشیانه است که همین الان باید از اون دایره المعارف لغات زندگی پاکش کنی. هدفاتو دور نزنا، به هدفات برس، به هدفات برس، به هدفات برس، به هدفات